ازت خوشم اومده، چند وقتی تو دلم گیر کرد و دلت نمیتونستم بگم. حامد رضا الان حقیقتش مرتضی چند وقتی بود که به من این موضوع رو گفته بود، الان روش نمیشه به شما بگه، انگار از شما خیلی خوشش میاد و گفت که من نمیتونم الان بهشون بگم. گفتن که الان ببین نمیتونه بگه، داره هی رنگ میده رنگ پس میگیره. نه کاملا جدی الان سلام، خیلی مخلصم به کانال آقای حامد تبریزی، خوش اومدید. حامد امروز نیست، کسالت داره، هوای پزشکی برای ساده که امروز نمیتونست بیاد. آمریکای کثافت، آمریکای کثافت، صدام بی لیاقت، برو قری سلام به روی ماهتون، سلام، خیلی مخلصم عزیزای دل من، دور سر تک تکتون بگردم به شدت خیلی زیاد، خیلی دوستتون دارم، اونقدر که از شما انرژی میگیرم. از این چیز از واقعیت ها رو میگه، به چشم ما فوشه، چون درکمون پایینه، هنوز به این منطق نرسیدیم که اونا فوش نیست، واقعیت. میخوای برم راحت باشی با نه من نوکردم، یعنی از هیچ کی انرژی نمیگیرم که از شما رفیقای واقعی من که به شما میگم مجازی ولی خیلی واقعی تر از اون چیزی هستین که میتونیم بهش فکر کنیم. من از شما انرژی میگیرم، حالم با شما خوب میشه. بریم سر اصل مطلب. قراره سعی کن نخندی بزنیم، کسی که به بازه مرتضی بدبخت. حالا فکر میکنی که به کی باید زنگ بزنیم؟ بازم بازم نشستی رو برو مات تماشای تو هم خیره توی چشام خیره. بابا بخونه تو، بخون خیره شدی به چشام، بگو نه تو خوبی بگو دیگه. آمریکای کثافت، آمریکای کثافت. بریم آقا مرسی ما رو نگاه میکنی. سابسکرایب هم نکردی فدای یه تارمون. کامنت، لایک، سابسکرایب اصلا اجباری نیست. اگه دوست داشتی یه لایکی، کامنت، سابسکرایب اگه دوست داشتی، نداشتی فدای تارمون. بریم 3 2 1. عزیزم Sənin başıva dolanım. Sənin canını yiyeyim. خیلی قدیمی این ویدیو، من خیلی اینو دیده بودم. چقدر شیرینه. کنم 2 سالشه. جون دور سرت بگردم. خدا انشالله خدا یه بچه این شکلی بده. الهی که زودتر بمیرم، الهی به مرض بیدرموز چهارشب فقط یار شب، الهی سفت شب هر چی زودتر. اگه شکم داری اینو میزنی، چرا با شوهرش داره میگیره؟ اینو میزنی. اگه ناراحتی، افسرده‌ای، پول نداری، من یه استوب زدم یه لحظه، تو خندیدی ولی وقتی من این ویدیو رو دیدم واقعا از ته دلم شکستم و ناراحت شدم. و جاش نیست که وسط ویدیو طنز بخوام مثلا سفسطه و نمیدونم فلسفی صحبت کنم و نصیحت کنم، ولی لطفاً خواهشاً از دوستان همکار یا کسایی که قرار همکار ما بشن، البته من عضو کوچیکی از این خانواده هم که تو فضای مجازی دارم فعالیت میکنم، لطفاً به هر قیمتی معروف نشین، به هر قیمتی ویو نخورین. لطفاً خواهشاً از بنده نوکرتون این حرفو بشنوین و آویزه گوشتون کنین. به هر قیمتی معروف شدن قشنگ نیست. اینکه شما رو با اسم خوب بشناسن یا برگردن بگن طرف دلغکه، طرف یه آدم فلانیه که معروفه، خیلی بده. اینکه بیای شوهرتو جلوی، چون این کلیپ فکر کنم بالای 15 میلیون توی فضای اینستاگرام ویو خورده، و اینکه شما بیای به خاطر اینکه ویو بخوری پس کله شوهرت که توی کشور جمهوری اسلامی ایران چه درست چه غلط، چه این اصل درست باشه چه غلط باشه، فوش ناموس حساب بشه، تو بیای پس کله شوهرتو بچاقی به خاطر اینکه ویو بخوری. وای به خانواده‌ای که این کارو بکنه، وای به اون ریشه خانواده‌ای که این بچه رو بزرگ کرده. ببخشید وسط ویدیو طنز من این حرفا رو زدم ولی دوست داشتم بگم. خیلی مخلصیم. شما 2-0 آقا میشماریم از الان بعد 2-0. یکم به جلو. رپره؟ نمیدونم. چشمشو دیدم دلنگه طرفاش من عصبی کرد، تنهایی رو بغل میکنم، همیشه بیست دارم بغلت کنم، با هم دیریم یه جای دور، خوش باشه چشه حسوداتی، دلم میخواد تو واسه من،
تو رو خدا پس شوهراتون بزنید ولی از این رفتار نکنید. چرا؟ یه از خنده‌دار نیست را. نمیخوای ازدواج کنی؟ خب من بچه‌م چرا ازدواج کنم؟ آخه دختر یکی دیگه از بچه‌ام ازدواج کرده ها. اون کسخله. باشه برو ببین کارتو بگیر. من واقعا سیبیلا رو نگاه لیف کشی رفته عزیزم. چه امام رضایی جلالی چه جبلوی چه جلایی چه جبلویی. اومده جبروتی چه جلال و جبروت میگن. گفت جبلو با کیفیت چیزی نمیخوام دلم بد به تو گیره همین بسته برام که خونمون بوتو بگیره من اصلا کاری ندارم تهش با تو چی میشه تموم زندگیم قد یه لحظه بودن با تو نمیشه عوضش شما 2-0 منه دیگه. شما دوباره 3-1 میشه سرپا براش ضربا نشاشی براش دست مشکل نداره. مخلصی عزیزی بلو همه که گفت بلو خودم عزیزی قدیمی ها واقعا پسر دوست بودن. نه زهر مار برو خود صدا کنه نه حرف بزنه هم بزنه مورز پسره رو داره دوست داره دیگه. مخلصی برو تو برو عبراتو درست اصلا جایی که حسابت جای هیچی حسابت نمی‌کنه. به به حامد آهنگی تنها انگشت همه نشون میدن و ما بیشونی قلب و وقوع وایسی. ایده شلون سنتر با انگوش همه نشون میدن و او همه میلن برده یه حالا بعد من باهات باشم یه جا بهت بگم دوست دارم بگی چقدر کجا دوست دارم. یعنی یه بارم نشیده این همش نگام کنی وقتی میپوشم لباسمو بگی کجا همینطوری میخنده اصلا حساب کتابم نداری بازنده است. خونه قلبم مثلا علاج کنی راکش کنی اینو تو تاکسی هم با بوم کنی بوم کنه قلبم همین بود مثلا روم زوم کنی مثلا روزم کنه اون آده نشسته با هم بخونیم. من آبیم تو قرمز سبز با هم داریم تلخم همچو شراب یکی برسه به داد اون یه چی دیگه داشتی خود کن یکی برسه به دادا بگم خط رو خط افتاده بود. این بابایی که بیاد جمعش کنه نه یا داره صورتشو میشون افکت دست بابا نباید بیفته. اینم رل زد. چه کاری انجام میدیم؟ خب ما داریم برای مراجعه کننده عزیزمون جلسه دوم لیزر کربن بیکینیشون رو انجام میدیم. یه فکرم به جوشکاری میکنه. سفید شده. خب ما الان چه کاری داریم انجام میدیم؟ خب ما الان داریم مرحله دوم سفیدکاری سیکینی دوستمون رو انجام میدیم. نگاه برد داره شده؟ مثل من Can you say Bismillah? What is it? میگه میتونی بگی بسم الله. میگه چی؟ میگه بسم الله. Bismillah.
Good job, you're now Muslim. Mama loves him to my house. نگاه Don't forget, next time Schweizer. گوش یه گوشت خوک دیگه نخور See you at Juma. هم به تعدادش اضافه میشه نگاه عمود این کارا من اینجام و تو اونجایی چرا دوریم یه عالمه نمیپره چرا خوابم نمیپره میخوام بخندم اما خنده پر از غمه خوابم نمیبره خوابم نمیبره من به همه خندم به این لقد خدا لعنت کن کسی که به این برنامه گیتار یاد خدا تو بگو مخمل بود تو مادر بزرگا سیبیلاش یکم زدم جلو خیلی خسته آقا شما بیشتر خندیدی من؟ شما بیشتر خندیدی چی بود یادم بود حکم اینه که شما بیشتر خندیدی یا من چرا شما رو شد دستمون دارم شما بیشتر خندیدی نه حکم چی بود که بگم کی خندید زنگ بزنی به کسی که من میگم خب چی بهش بگم خب حالا کی بیشتر خندید بدی نیست فقط من خندیدم وای ما چرا نمیشواریم دیگه وسط چیز از یادم آقا از سری بعد اونو خب بشونی آقا آروم باش حامد 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 آروم خدایا به من آرامش این چی بود الان برای بچه‌های ارامنه مسیحی خب چی بود طلب آموزش کردم پدر آقا مرز قبول کردی باختی بزن اینجا مثل مرد چون همیشه مرد بودی و مرد هستی و دمت گرم که مثل کو میتونم بهت تکیه کنم بزن بریم دوزی نه دزدی نه حکم بریم من گوشتو بردار لطفاً گوشتو بردار یادته میگفتی که مدیر ساختمونمون یه دختر همسن و سال خودم داره که ازش خوشم میاد او داستان کی داری میگی برای 6 هفته پیش بود اون موقعی که 4-5 اضافه زده بودی نشسته بودی داشتی درد دل میکردی اون تقصیر اولا که آرش موسوی بود تقصیر من آرش بگو به اون زنگ میزنی میگی که واقعا چند وقتیه که ازت خوشم اومده به دختر مدیر ساختمونه نه ما هنوز داریم تو اون ساختمون زندگی می‌کنیم نمیدونم به آخر سر میگه چالش بود البته الان نه به هیچ شما من میگه ازت خوشم اومده و دوستت دارم یا عالمه هر چی بگم بازم کم لطفا برو سر رسمت سری برو تو گالری شمارهشو پیدا کن شمارهشو پیدا کن خدا رو نمیشه اصلا یه چیز نشدنی میدونم زنگ بچا به من یه چیزی گفته مرتضی میگه که قراره باهاش ازدواج کنه اصلا اون بحثش چیز اصلا نه اون نمیدونه ولی این تو دلش باهاش ازدواج کرده به خدا همچین چیزی رو به والله به من گفته درست میگم درست میگی ولی الان اصلا خندیدی لدکس انت بوق زدی باید سوار کنی رعلی بیعیش عنا اماده رعلی عيني وتقلب عيني الله اهدى بال علول حسلم اقول له بكره ما كذا فقال فلاندا زنگ بزن چی بهش بگم همین چیزایی که گفتم بابا کش میدی یه چیزی رو کش میدی زنگ بزن لطفا اولا خودتو معرفی کنی ها بزن رو آیفون بزن بغل لبت بکنم اون مشه بکنم مرزا بگو ازت خوش آمده چند وقت تو دلم گیر کرده و دلت نمیتونستم بگم بگو میشه جای من بگی نمیشه بگو مرتضی سلام خانم رضایی سلام خوب هستین سلامتی من پسر خانم حمیدی هستم واحد 36 تون خوبین شما سلام خانواده خوبن الحمدلله سلام دارم خدمتتون قربان شما متشکرم با مامان خوب هستن ان شاء الله مرسی همه خوبن دعاگوی شما هستم خواستم منم ماماینا پول شارژ دادن این ماه من در جریان نیستم ولی قضیه رو از پدر بپرسم سلامت باش خانم رضایی الان کسی پیشتون نیست کسی که نه خودم من میتونم راحت صحبت کنم بفرمایید جانم الو صدامو داری خانم رضایی بله صداتون رو دارم بفرمایید جانم واقعیت سلام علیکم خانم رضایی بخشه خوب هستی من کنار دوستم بودم می‌خواستم این پمپ پایین یه خورده خراب شده این خانم رضایی سلام عرض شد
الان من دارم با آقای مرتضایی صحبت میکنم. نه ببینید من دوست مرتضی جان هستم و اینکه بله واقعیتش مرتضی چند وقتی بود که به من این موضوع رو گفته بود، الان روش نمیشه به شما بگه، انگار از شما خیلی خوشش میاد و گفت که من نمیتونم الان بهشون بگم. ای وای من نزن این حرفو، من همسایه این با هم دیگه، پدر مادر شما رو میشناسم. پدر مادر من رو که نمیشناسیم، برای مرتضی جان رو میشناسیم، ولی خب به هر حال گفتن که الان ببین نمیتونه بگه، داره هی رنگ میده رنگ پس میگیره و الان خودشو خیس کرده از استرس و استرابی که داره. نه میگه میگه آب ریخته. ببخشید خانم رضایی سلام برسون آقا رضایی. نه ابری نریم ماما. نه کاملا جدی الان میگیم این موضوع الان واقعا جدیه قضیه اصلا. زشته واقعا. من آقا مرتضی رو خودشون رو میشناسم، خانواده‌شون رو میشناسم، نزنید. خانم رضایی حالا رفیقم مثل داداش منه. ببخشید ایشون هم مثل داداش منه، ولی من واقعا قصدم خیر بود. کمی بالات. نه واقعا الان من اصلا شهید نیستم که پاسخ شما رو بدم و اینکه به نظر من زشت و دور از ادبه و این موضوع به نظر من همینجا حالا اصلا خوب شد این بحث باز شد. خلاف شهر کردم مگه من خانم رضایی؟ اصلا من دیگه تو اون ساختمون پامو نمیذارم، ولی دل دیگه دل من دوستتون دارم. حالا خدا رو شکر رو من باز شد. من دیگه قرار نیست شما رو ببینم. چه من زشتم؟ چون مگه شما تو واحد 36 زندگی نمی‌کنید؟ یعنی محل سکونتتون عوض می‌کنید؟ نه دیگه ماماینا هستم، من خودم میرم. مامانم به شما میره میسپارم. ای وای من کجا میرین؟ حالا نرین. پس بابا الان گفتی پس این نزنه به شوهرش. ببخش خانم رضایی چند لحظه. خانم رضایی بفرمایید. من به خدا حقوق خوب در میارم ها. آقا مرتضی جانم حقوقو در نمیارن، حقوقو میگیرن. خانم رضایی بفرمایید. میشه شما منو همون مرتضی صدا کنم، منم رضایی شما رو صدا کنم؟ رضایی تو صدا من با خدا بسی کن بابا. شب ساعت 9 آشغالا میزنیم دم در. با اجازهتون خدا. اونجا شگم که همین الان گفتی پسی دستم من به داداشم زدم. باشی بذار تو دهنم، بذار پشت از تو دهنم، بذار همه آبروم رفت دیگه. میتونم برم تو ساختمون. چه حکمایی میزه من دیگه کمرم شکر. من دیگه نمیام اصلا. چرا؟ مامان یارو هر چش و چش میشم استاد دانشگاه. چقدر خوب صحبت می‌کرد. خیلی خانم وسطش هول کرد به مرتضی گفت آقای مرتضایی. من دارم با آقای مرتضایی صحبت می‌کنم. خیلی مخلصم مرسی که تا این لحظه ما رو نگاه کردین. اذیت شدی، خسته شدی، خفه شو. بچه نبینه این کلیپا. دوستتون دارم. چی انداختی توپ کردی دهنم؟ این بود چی بود؟ چیکار نداره، هرچی از دوست رسد نیکوست. دوستدار شما، کوچیک شما، غلام شما، مرتضی حمید عزیز. همه اینا من هستم. من خاک کف زیر پای شما، خاک کف زیر پای شما. درسته دیگه؟ جمله درسته دیگه. میگه که اگر فقط یک بار ببینم روی تو آتشم. من خامه زنزم. الو خفه شو بابا. آقا خیلی مخلصم مرسی که تا این لحظه ما رو نگاه کردید. میبوسمتون به امید روزی که همگی با هم دیگه یک جا به بهونه الکیه یه چیزی پیدا کنیم و جشن بگیریم و خوشحال باشیم و عروسی مرتضی ان شاء الله مرتضی رو با هم دیگه بفرستیم خونه یه وقت. عمرک تعیوس خدا شما. خدا مرسی میبوسمتون. خداحافظ.